و این قرآنی که میتونه با دلهای ما اون چیزهایی که خدا میخواد انجام بده. یا باید دلو در اختیار الله بگذاریم، یا خدای نکرده باید خانه شیطان و شیاطین انس و جن باشه. خیلی به سخت میگذره اگر که دل خانه خرابی باشه که شیاطین و جنها در اونجا زندگی بکنه. پریشان میشید، بیچاره میشید، در به در میشید. جن و شیاطین اگر نفوذ کردن تو زندگی، وارد قلب و فکرت شدن، زندگی تو برباد میدن، آرامش رو ازت میگیرن. الا بذکر الله تطمئن القلوب. چه آرامشیه؟ این باران باید بباره. ما تو دعای باران 2 تا دعا میکنیم، میگیم اللهم اغثنا بلادنا بالامطار. وقتی قحطی میشه میگیم بارالله بلاد ما، سرزمین ما را به فریادش برس، به دادش برس با امطار، با نزول امطار، باران ها. وقتی که دلمون خشکیده میشه باید بگیم اللهم اغث قلوبنا بالایمان بالقرآن. به داد دلهای ما برس که خوش شده، دچار قحطی شده. با ایمان. ایمان آب حیاته، قرآن آب حیاته.